مقامات دادگاهی و دادستانی تاجیکستان در سالهای اخیر روی دهها پرونده مهر مخفی یا سری زده وکیل دفاع را برای افشا نکردن جزئیات آن آگاه کردند. از جمله پرونده اعضای حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، کارمندان بازداشتشده آژانسی ضد فساد و افراد متهم به زرخریدی مخفی به پس درهای بسته بی حضور نزدیکان و خبرنگاران گذشته است. اخیراً وکیل دفاع خیرالله میرسیدوف، روزنامه‌نگار و رهبر تیم حاضر جوابانی تاجیکستان زیر بیانات امضا گذاشته است که بر اساس آن حق ندارد جزئیات پرونده تحت نفرش را فاش کند. نورالدین قرشبایف، رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل، از جامعه و مطبوعات مخفی کردن تفصیلات پرونده ژورنالیست شناخته به رهبر تیم KBN را هنرنمایی آن را نه تنها در تاجیکستان بلکه در قاره شوروی پیشین تماشا می‌کنند نادرست نامید. این تصمیم خطا و خلاف با معیارهای حقوقی انسان است، گفت او. بسیار کارهای نامطلوب پنهان داشته شدند، همیشه گرفت همین مخفیت را، تمغه مخفی بودن قضیه را استفاده میکنند. این قضیه از بس که واکنش زیاد در جامعه دارد باید کارها مورد بررسی قرار گیرد و نسبت به خیرالله میرسیدوف تمام معیارهای پروسسوری که در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان هست تطبیق کرده شد. خیرالله میرسیدوف، رهبر تیم KBN تاجیکستان، روز 5 دکبر بازداشت شد و بعد 3 روز در نقض 4 ماده کادکس جنایی عیبدار شد. دادستانی ولایت سوخت میرسیدوف را از روی ماده های اسرافکاری، برانگیختن کینه و عداوت ملی، ساخته‌کاری و رساندن خبر بر دروغ به جوابگری کشیده است. پدر خیرالله، حبیب الله میرسیدوف، در یک صحبت مختصرش با رادیو آزادی گفت سبب این را چرا جزئیات پرونده پسرش از جامعه و مطبوعات پنهان داشته می شود نمیداند. دادستانی ولایت سوخت هم که قضیه میرسیدوف را تحقیق می کند تا حال در این زمینه اظهار نظر نکرده است و همچنین نمیگوید که به پرونده خبرنگار مستقل و رهبر گروه KBN تاجیکستان بر اساس کدام معیار حقوقی مهر مخفی زده شده است. حقوقدانها در تاجیکستان میگویند به استثنای بستگی نداشتن به سر دولتی و حربی، سر خانوادگی و جنسی، در دیگر حالت تفتیشات و یا مرافعه دادگاهی باید آشکار و بدون مهر سری یا مخفی باید برگزار شود. رحمت الله الیاسوف، دادرس یک از دادگاه کشور، گفت مهر مخفی و یا پوشیده صورت گرفتن تفتیشات بر اساس معیار قانونگذاری تاجیکستان صورت میگیرد و نه همه پرونده ها مخفی بررسی می شوند. ولی به گفته حامیان حقوق در تاجیکستان در مقایسه با 7 سال گذشته میزان پرونده و مرافعه هایی که با مهر مخفی صورت میگیرند بیشتر شدند. حقوقدان تاجیک با رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رحمت الله زایروف گفت سعودی ها از خودشان میترسند، اما مهر مخفی و یا پوشیده صورت گرفتن مرافعه هیچ ممکن نیست. زایروف می‌افزاید به استثنای مسائل مربوط به سر دولتی در دیگر حالات شرکت خبرنگار در مرافعه اقلاً بدون دستگاه ثبت آواز و نوار اجازت است، ولی در اکثر حالات حرکت می‌کنند خبرنگار راه نیابد. حامیان حقوق میگویند مخفی و پوشیده صورت گرفتن تفتیش پرونده اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی، پرونده سابق جنرال وزارت دفاع عبدالحلیم نظرزاده و هر پرونده‌ای که به اسرار دولتی مربوط است قابل درک است، ولی مهر سری گرفتن پرونده خیرالله میرسیدوف بر اساس کدام معیار صورت گرفته است مشخص نیست.